به برنامه خبری رادیو زودی خوش آمدید. شعله گلخوجه هستم. در روبروی شما عزیزان سلام. در 15 دقیقه امروز 3 ینور این موضوع را خواهیم داشت. نه بومی در بالای سر یافتند و نه پولهایشان را باز پس گرفتند. دهها مشتری طرح منزل دسترس تا به حال سرگردانند. من نمیدونم کی میشه. کی پولی من بعد میگه. داد از دست خودی ها و یا شکایت مهاجران توجیک از پولسیتونی در بازاری فودسیتی مسکو از طرف هموطنان خود. و در ارمنستان شبکه قочоқи انسان کشف شده. مقامات در جستجوی کودکانی بی نام و نشان شده می باشند. استیلا مادر تو رو میکوبد. من یگان ثانیه خاموش نخواهم بود. من تو رو روزی میابم. صرف نظر از آن که چند سال لازم شد. حتی سرم سفید شود هم میابم. 10 نفر از ساکنان که چند سال پیش به امید صاحب خانه شدند به طرح منزل دسترسی دوشنبه مبلغ داده بودند تا امروز سرگردان و اجاره نشینند. بیشتر از 100 نفر آنها میگویند در نهایت نه خانه را دیدند و نه پولهایشان را. این هم در حالی است که آخر هفته گذشته شهرداری بناهای استقامتی این طرح را که از طرف رهبری نوی آن ساخته شد پورا به استفاده داد. محاکمه مسئولان قبلی طرح منزل دسترس از نیم سال به این طرف ادامه دارد و جبر دیدگان را این حالت ناامید و نگران کرده است. سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله در این باره گزارش دارند. دادگاه شهری دوشنبه اعلان حکم نورالله نعیمов رهبری سابق طرح منزل دسترس و 5 همراهی او را تا هفته دیگر به تأخیر گذاشت. اما ماها طول کشیدن مرافعه‌های دادگاهی جبر دیده‌های این قضیه را نگران کرده است. سابق شهرداری دوشنبه با پیاده کردن این طرح میخواست اهل فرهنگ و هنر، آموزگاران و طبیبان و در عموم کارمندان بودجتی با منزل ارزان تامین شوند. سید مراد مردانов هنرمند تئاتر است. 4 سال پیش با آرزوی داشتن منزل از این طرح زمانوی 25% مبلغ خانه را پرداخت کرد. اما در این میان شرکت مفلس و رهبری آن با جرم قلابی بازداشت شد. من نمیدونم کی میشه. کی پولی من بعد میگه. این هنرپیشه تاجیک میگوید بر اساس دستور شهرداری سابق باید او 50% مبلغ خانه را می پرداخت و باقی مانده آن برای خدمت‌هایش از جانب حکومت شهر جدا میشد. در شرطنامه همون 50 با 50 را نداشته است. نگذرانده. این پول من دادگی هم 75,000 سامانی دلاری که من دادم باید در ساختمان نگذرانده است. مثل سید مراد مردانов دهها مشتری دیگر این طرح روز می شمارند تا با اعلان حکم دادگاه رهبری سابق منزل دسترس و همراهانش مبلغ آنها را باز پس گردانند. اما بیشتر از 1 سال طول کشیدن جریان تفتیش و مرافعه‌های دادگاهی باعث ناراضگی مشتریان شده است که نه خانه گرفتند و نه پول. قرار بود امروز دادگاه شهر دوشنبه حکم سابق رهبری ساختمان منزل دسترس و چند همراه او را صادر کند، ولی دادگاه حکم را به تأخیر گذاشت و جبر دیده ها از طول کشیدن مرافعه زیاد ناراضی هستند. حالا قرض نورالله نعیمов در نزد جبر دیده ها و کارخانه واحد دولتی منزل دسترس حدود 27 میلیون سومانی گفته می شود. نسبت او پرونده جنایی برای قلابی باز شده است. ساختمان منزل دسترس در شهر دوشنبه سال 2013 آغاز شده. قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نماید. تنها با گذشت 6 سال و عوض شدن رهبری آن هفته گذشته این طرح پورا به استفاده داده شد. ولی آنهایی که مبلغشان غیر قانونی از سوی رهبری سابق گرفته و جای رسما ثبت نشده است هنوز بیخانه و پشت در دادگاه حیران ماندند. رهبر ایران به مناسبت کشته شدن قاسم سلیمانی 3 روز ماتم عمومی اعلان کرده است. فرمانده پرقدرت نیروهای قدسی سپاه پاسداران ایران صبح امروز در بغداد به هلاکت رسید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران کشته شدن قاسم سلیمانی از سوی آمریکا را اقدام بسیار خطرناک خواند و گفته است ایالات متحده آمریکا مسئول همه عاقبت‌های این اقدام خواهد بود. جزئیات از کیومرسیاتا. صبح جمعه 3 ینور در حمله در نزدیکی فرودگاه بغداد پایتخت عراق گنرال قاسم سلیمانی فرمانده پرقدرت نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و ابو مهدی المهندس معاون گروه نیمه نظامی مسلمانان شیعه مذهبی عراق یا گروه 8 الشعبی کشته شدند.
در نتیجه حمله هوایی کمش 8 نفر جان باختند. وزارت مدافع امریکا تصدیق کرد که حمله با فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ صورت گرفت و هدف آن پیشگیری از حمله های آینده ایران بوده است. به قول پنتاگون، سلیمانی حمله ها به ضد دیپلمات های امریکایی را طرحریزی نموده مسئول مرگ صدها سرباز امریکایی بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شام پنجشنبه و چند ساعت بعد از نشر خبر کشته شدن قاسم سلیمانی در توییتر خود تنها عکس پرچم امریکا را نشر کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران از طرف امریکا گفته است انتقام سخت در کار خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود هنگام ستایش از شخصیت قاسم سلیمانی گفته است با رفتن او کار او و راه او متوقف و بستن نخواهد شد. گنرال سلیمانی در تطبیق برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه نقش مهم داشت. شخص آقای سلیمانی در دوره‌ای که فرمانده نیروی قدس شد اصلا بخش سیاست خارجی سپاه پاسداران رو، بخش شاخه خارجیش رو بسیار فعال کرد و چون ایران در یمن، در بحرین، در عراق، در سوریه، در مسئله اسرائیل، در مسئله فلسطینی‌ها، در لبنان یکی از بازیگرانی هست که با بقیه قدرت منطقه و فرامنطقه در چالش هست، من فکر میکنم که کشته شدن آقای سلیمانی ضربه بسیار بسیار بزرگی به جمهوری اسلامی و سپاه قدس وارد خواهد کرد در منطقه. این باعث نخواهد شد که سیاست خاورمیانه ایران تغییر جدی بکنه، ولی وزن آقای سلیمانی طوری بود که به هر حال جمهوری اسلامی باید بپذیره که یک ضربه بزرگ رو دیشب پذیرفته در مورد سپاه پاسداران، در مورد سیاست امنیتیش، در مورد سیاست خارجیش و باید ببینیم واکنش جمهوری اسلامی به این چه خواهد بود. قتل سلیمانی 3 روز پس از حمله اعتراضگران عراقی به سفارت امریکا در بغداد به وقوع پیوست. اعتراض در عرفه سال نو و بعد از آن شروع شده بود که نیروهای امریکا به پایگاه گروه نیمه نظامی کتایب حزب الله حمله هوایی کردند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. بعضی از مهاجران کوری توجیک در بازار پولسیتونی канори Маскав با رادیو زودی شکایت کردند که گروه عبارت از تقریبا 15 زوده دوشنبه هر روز از آنها به سبب 400 روبلی حق می‌ستونند. مهاجران میگویند آنها در پولسیتی حمالی و عروبه‌کشی میکنند. همکارم عبدالله اشورов عرض مهاجران رو شنید و با مسئولان در میان گذاشت. طول باشد با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام، خوب نخست بگو آیا هویتی رهبران این گروه که مهاجران ادعا دارند از آنها حق می‌ستانند معلوم است یا نه؟ سلام شهلا، با گفته مهاجران گروهی حقستان را شهباز و عطاخواجه ناظیموف فرزندان آوازخوان زنده‌یاد ظفر ناظیموف رهبری میکنند و آنها زیر نظارت نظامیان گروه ویتس بودند. اما خود شهباز ناظیموف روز 2 ینور در صحبت تلفنی به رادیو زاده گفت این گفته مهاجران تهمت است و بافته بخیلان و دشمنانش می باشد. روز 2 ینور دست کم 4 مهاجر کاری تاجیک در مرکز فودسیتی به رادیو زاده گفتند در صورت سرپیچی از پرداختن حق آنها را گروه ویتس 5000 روبل جریمه می‌بندد و در روی خط سیاه وارد می‌سازد. یک نکته عجیبی که مهاجران تاکید می‌کنند این است که حق تنها از مهاجران تاجیک و یا ازبک ستانیده می‌شود، اما با کارگران آذری و ارمن و دیگر ملت‌ها کسی کار ندارد. عبدالله، مهاجران در اثبات این گفته‌هایشان دلیل دارند و ماموریت فودسیتی در این باره چی میگوید؟ شالا مصاحبان رادیو آزادی عکس یک چک را فرستادند که در آن تمغه به مهر مانند گذاشته و در میانش پاتسابنیک نوشته شده است. با تاکید مهاجران هر روز آنها 400 روبل سپاریده این چک را میگیرند. کسی چنین چک نداشته باشد جریمه و از بازار رانده می شود. در همین حال در مرکز تماس فودسیتی به رادیو آزادی گفتند کسی از مهاجران کاری تاجیک پول نمی‌ستاند. اما کارشناسان میگویند تجربه حقستانی از مهاجران تاجیک تنها خاص فودسیتی نیست و در دیگر بازارها نیز عین چنین حالت ادامه دارد. تاکسی‌ها می‌سپارند، عربکش‌ها می‌سپارند، در ساختمان‌ها می‌سپارند. این یک راحتی ما شما رو در کار آوردیم داخل کردیم. این فقط نسبت تاجیک و کمی نسبت فودسیت هست. این حرف اوضاع با دام می‌زنند که وقتی ما رو پس از روسیه برآوردن جدا از 3 روز در روسیه پی دادن دوستو اعضای اوپیده رفت تمام پولی ما زیاد شد کنکورنت را ما بردیم.
در سفارت تاجیکستان در شهر مسکو گفتند از مهاجران به این مضمون تاکنون شکایت نگرفتند، اما اگر مهاجران به آنها عرض کنند و گفتهشان ثابت شود برای چاره‌اندیشی به مقامات حفظ حقوق روسیه مراجعت خواهند کرد. با گفته همصحبتان ما در این مرکز از 3 تا 3.5 هزار تاجیک مشغول کارند. تشکر عبدالله برای صحبت. دیگر چه مشود گفت بجز از این دو مصرع؟ من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد. حکومت ارمنستان تحقیق یکی ده حادثه های فرزندخوانی را آغاز نموده است که به قول هلدانها در یتیمخانه ها و شفاخانه ها غیر قانونی صورت گرفته است. چندین مادر گزارش دادند که زیر فشار گروه های متشکلانه جنایی از فرزندانشان دست کشیدند. اسکندر خوجه میرزاده موضوع را ادامه می‌دهد. این زن سوزان پتوکیان نام داشته 20 سال پیش در سن 16 سالگی در یریوان کودک به دنیا آورد. سال 2000 من طفلی سالم تولد کردم. مرا مجبور کردند که از او دست کشم. آنها گفتند که سلامتیش مشکل دارد. آنها به من یک ورقه خالی دادند، مجبور کردند که به طور خطی از فرزندم دست کشم. به گفته این زن، طبیبان تهدید کردند که اگر سرکشی کند درباره پدر 21 ساله کودک به پلیس خبر می‌دهند. وکیل او میگوید قضیه پتوکیان یک بخشی از عملهای بازار سیاه فرزندخوانی غیرقانونی می باشد که سالهای طولانی با اشتراک منصبداران بلندپایه دولتی، شفاخانه ها و یتیمخانه ها در ارمنستان وجود داشته است. مافیای قدرتمند ارمنستان به هر کار قادر است. آنها در اداره های دولتی و به ویژه دادستان کل کشور ارتباط دارند. مافیا ارمنستان را به پرورشگاه کودک برای بازار سیاه تبدیل داد که پدیده دهشتناک است. ماه نوامبر خدمات امنیت ملی ارمنستان ابراز داشت که تفتیش جنایی پرونده های سرشمار فرزندخوانی غیرقانونی کودکان ارمنی از طرف خارجی ها را شروع کرده است. توجه روی قضیه 54 کودک است که در بین سالهای 2016 و 2018 به فرزندی قبول شدند. فرزندخوانی نباید زیر نظر تنها یک اداره صورت بگیرد. در این روند باید حکومت‌های محلی، زایشگاه‌ها، وزارت بهداشت و وزارت شغل اهالی و حفظ اجتماعی، یتیمخانه‌ها و دیگر اداره‌های دخلدار شرکت ورزند و واقعاً از احتمال دور نیست که منصبداران و همه این نهادها در این کار نقش داشتند. در چند هفته اخیر رئیس اداره اکوشری و گینکولوژی ارمنستان و یک عده مقامداران دیگر ارمنی بازداشت شدند. صرف نظر از اتهام و شهادت‌های قاچاق کودکان، حکومت‌های پساشوروی ارمنستان نظام مراقبت سرنوشت کودکان در خارجه به فرزندی قبول شده را راه‌اندازی نکردند. وکیل مدافع سوزان سرکیسیان میگوید نزدیک به 30 زن ارمنی از او خواستند که درباره قضیه‌های چندین سال اخیر برای آنها معلومات پیدا کند. یگانه طلبی آنها این است که درباره کودکانشان معلومات دریافت نماییم. بعضی والدان اصرار می‌ورزند که فرزندانشان زنده هستند. یک زن گفت روزی که از شفاخانه جواب می‌دادند با او گفتند که طفلش در شرایط نامعلوم ففتیده است. زن دیگر اظهار نموده است که توسط جراحی طفل 32 هفته‌ای را تولد کرد. طفلش را در دست دویه دیده بود. ولی بعد با او گفتند که طفلش وفات کرده است. هتاگایم اصلا باریره خط ماهاتسله. من طفلم را استلا پتوکیان نام گذاشتم. من در جستجوی هستم. رو در خواب میبینم. استلا مادرت تو را میکوبد. من یگان ثانیه خاموش نخواهم بود. من تو را روزی میابم. صرف نظر از آن که چند سال لازم شد. حتی سرم سفید شود هم. بسیار گزارش رقت‌آور بود. با تشکر از یکایک شما بینندگان عزیز که تا این ثانیه ها ما رو تماشا کردید. برنامه خبری رو برای امروز همینجا انجام میدیم و چون همیشه خبرهای روز رو شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و گزارش‌های جالب رو همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. همه گونه شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما است. اونجا نیز گزارش‌ها گذاشته میشوند. فراموش نکنید که صبح فردا برای شما خبرهای دیگر نیز پخش می شود. تا برنامه آینده خدا نگهدار.